سلام دوستان، خوش آمدید به یکی از ویدیوهای دیگر بیادرتان و امیدوار هستم که همگیتان لباس سفید بر تن داشته باشین. و امروز کاملا یک ویدیو متفاوت بر شما ساختیم، ویدیویی که متفاوت‌تر از ویدیوهای قبلی است و ویدیویی که قرار است در این ویدیو یک گیم بازی شود. پس ویدیو را تا آخر بیننده باشین و همچنان لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. دوستان عزیز واقعا حمایت میکنین، تشکر. و تا آخر ویدیو را بیننده باشین، مطمئن هستم که از ویدیو لذت میبرین. پس بیاین با هم دیگر این بازی را شروع کنیم. پس دوستان عزیز، قسمی که شما میبینین به خاطر انجام این بازی نیاز به 2 اشخاص است. پس با خاطر ما یکی از عزیزان خود در کنار خود دارم، کسی نیست جز کاکایم برکت الله جان. دوستان مطمئن هستم این گیم برای بیشتر از افراد شاید تکراری باشه، ولی به خاطر خودم شخصا نو است و هیچ وقت این گیم را تا حالی انجام ندادیم. پس به خاطر مطمئن هستم که این گیم لذت بخش است، هم به خودم و مطمئن هستم به شما نیز لذت بخش خواهد بود. دوستا این گیم اسمش است، به انگلیسی میشه Try Not To Laugh. مطمئن هستم که بیشتر از دوستا با این گیم بلدیت دارن و به زبان دری آمیانه خودم همیشه کوشش نکن که خنده کنی. پس دوستا شما را جات منتظر نمیمونیم و مستقیم بریم بازی را آغاز میکنیم و امید است که تا آخر این ویدیو ما را بیننده باشید. بله دوستا، پس میریم مستقیم بازی را آغاز میکنیم. دوستا یک چیز فراموش نشه، قانون بازی بسیار ساده است. بعضی از ویدیوهای طنز و یا ویدیوهای خنده را پلی میکنیم و قانون بسیار ساده و سیمپل است که باید خنده نکنیم و هر کدام از ما که خنده کنه اون شخص بازنده است. دوستان بس جا شما رو معطل نمی‌کنیم، مستقیم بازی را آغاز میکنیم. پس بریم بازی را با هم دیگه آغاز کنیم. خب دوستا ویدیو خب بسیار جالب و دیدنی بود، ولی متاسفانه نشد ولی تا آخر ادامه بدیم ویدیو رو. پس ویدیو رو خود ما دیدیم ولی طوری که میخواستیم گیم پیش نرفت، ولی میخوایم اعلان کنم که برنده بازی خودم است. به خاطر که قبل از من کاکایم خنده کرد، با خاطر ایشان بازنده بازی هستن و ما برنده بازی، به خاطر که به شما معلومه دوستا، شما قضاوت کنید. و دوستا امیدوار هستم که شما لذت برده باشه و بازم طوری که
توقع داشتیم پیش نره به خاطر که در ویدیو اولی خنده ما گرفت و ویدیو خیلی از پیش مونده. پس به اون خاطر و ما خب بسیار خوش گشت. به خدا ترتر شدیم، نه کالام و نه چیز، کل پتون و کل چیزا ترتر شد و کلش از دستش و خاطر بسیار بسیار خنده کرد و در پالی ویدیو من خنده از دیدم، من خنده گرفت دیگه کنترل خود است. و دوستا همه قبست از دیگه بسیار شدیم روز، والا بسیار زیاد خنده کردیم. پس ویدیو ما را همیشه خاتمه میتیم و در آینده مطمئن هستم بازی های دیگه نیز خواهد داشتیم ولی نخستینش بود. پس دوستا لایک و کامنت و سابسکرایب یادتان نرود. بله دوستا، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. الله یار و مددگارتان، بخیر و سلامت باشید.